این هفته خبر تو خبر داره براتون از تازه ترین پس گردنی به عظما، اون هم در دوران پسا انتخابات. اینطور که بوش میاد باقی جام زهرها تو راه و سیدری باید تصمیمش رو بگیره. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح تحریم‌های جدید را علیه ایران تصویب کرد. این طرح به بهانه آزمایش‌های موشکی حمایت ایران از محور مقاومت و مسائل حقوق بشری خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر ایران شده و مقابله با فعالیت‌های برهم زننده ایران نامگذاری شده است. این هم یه تصویر شماتیک از وضعیت آخوندها بعد از شنیدن خبرهای از این دست. حالا وسط این مخمسه شیخ فری دنبال اینه که با قیر و قمیش اعتدالی یه راهی برای بغل تو بغل شدن با غربی‌ها پیدا کنه. رئیس جمهور همچنین در گفتگوی تلفنی با امیر قطر گفت همکاری با کشورهای همسایه در خلیج فارس از اصول سیاست خارجی ایرانه. آقای روحانی با تاکید بر اینکه ایران خواستار حاکمیت فضای عقلانی در روابط کشورهاست گفت راهکارهای سیاسی باید در اولویت باشند. البته این شیرجه شیخ فری کلا جواب نداشت. علتش هم اینه که عظما این روزا توی فاز دیگه است. عظما هم که این روزا اصلا حال و حوصله شیخ فری رو نداره، زد به تیپ و تابش و اینجوری پیچید جلوش. در دنیای اسلام یه عده انسان‌های بی‌ارزش و نالایق و پست سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت‌هایی که مشاهده می‌کنید، سعودی و امثال اینها. احمقا خیال می‌کنن که با دادن پول و با کمک کردن و با این چیزها می‌توانند صمیمیت دشمنان اسلام رو جلب کنن. صمیمیتی وجود نداره. همونطور که خودشون هم گفتن مثل گاو شیرده، شیرشون رو میدوشن، وقتی که دیگه شیر نداشتن ذبحشون میکنن. بالاخره قمپوز شیخ فری برای فضای عقلانی رو باور کنید یا این تیغ کشی‌های عظما رو؟ عجب نظام خرطوخریه، همه میپیچن تو دست و پای هم دیگه. حالا درست تو وضعیتی که عظما فیگور شاخ به شاخ شدن با کشورهای عربی رو گرفته، جوجه حزب اللهی‌ها به فکر رقص عربی افتادن. دغدغه مردم امروز کنسرت نیست، امروز بی‌عدالتیه، امروز نداشتن حقوق این معوقاتیه که از شما اگر این مشکلات رو حل کنید، من از طرف همه عدالت‌خواها و همه حزب اللهی‌ها که هستن، من به شما قول میدم همه این دوستان میارم جلوی وزارت ارشاد، عربی میرقصن اگر این مشکلات عدالت‌خواهی و مشکلات فساد رو حل کنید. مشکل این بسیجی تازه به دوران رسیده اینه که تجربه نداره، نمیدونه این ژستا هیچ وقت آخر عاقبت نداشته. ببینید در جریان این انتخابات چه شقه‌ای تو نظام ولایت افتاد، چه رد پاش هم تو جلسه‌های روزخونی عظما دیده میشه. برخیز دشمن بیم دارن، در مشکلات خود سر تسلیم دارن، تا آن که گفت رهبر محبوب ایران، مردم گله مندند از دست مدیران، حتما به ذلت عاقبت جان می سپارد، با گرگ‌ها هر کس تفاهم نامه دارد. بعد از شنیدن یه چنین نوحه‌ای، تنها راهی که برای عظما میمونه احتمالاً یه کاری مشابه اینه.
یاسر توش خبیره همی یاسر رو بردارین رو. حجت الاسلام دلواپسزاده یا همون نبویان هم خودش رو رسون تا با طرح یه ادعای جدید از شیخ فری نسق بگیره. حتما دلتون میسوزه، چاره نیست. آمریکا الان 1 سال و نیم که زده زیرش برقرار نگفت کل هسته ایتونو بدید، من رابطه بانکی برقرار میکنم. هسته ایمونو دادیم برقرار نشد، سرمونو کلاه گذاشتن. 1 سال و نیم که الان اجرا نمیکنن، شرط جدید گذاشتن. گوش بدید، میدونیش اونایی که اونایی که غیرت دارن شرط جدیدش میدونی چیه؟ صریحا اعلام کرده به شرطی من آمریکا اعلام کرده به شرطی من رابطه بانکی رو برقرار میکنم سروران عزیز، به شرطی برقرار میکنم که شما حاج قاسم سلیمانی را به من کدبسته تحویل دهید. رفتن تعهدشو به آمریکا دادن، برگشتن به خدا قسم رفتن تعهد دادن به FATF. سروران عزیز، FATF وزیر مملکت رفته با آمریکا تعهد داده حاج قاسم سلیمانی رو، اسم حاج قاسم تو FATF اومده. این درد رو ما کجا باید بگیم؟ خلاصه این که همه عوامل دست به دست هم دادن تا شیخ فری نتونه از خر برجام سواری بگیره. حالا اگه از بسیجی‌ها بپرسید که تو این وضعیت برنامه‌تون چیه، میگن گریه. بچه‌ها چرا کار شهیدا گرفته؟ کار فرنگی ما نمیگیره، اثرگذار نیست. ما امروز در نقطه از انقطاع قرار نگرفتیم که خودمون به فرمان حضرت آقا برای هدایت این جامعه بکشیم. ما امروز برای بچه‌های محل گریه میکنیم. بچه هیئتیای حزب اللهیای معنویای فرنگیای جنگ نرمیای مطیع امر ولایت، چقدر برای بچه‌ها جوونا تو بوشه تو روز گریه میکنیم. تو روزو میفهمم چی دارم میگم. سوخت مایه موشک برای عبور از هم اجازه باز. امروز برنامه گریه چی داریم؟ یکی از دستاوردهای نظام تو انتخاباتی که گذشت شناسایی انواع و اقسام آفتاب پرستا بود. یه نمونهش رو خودتون ملاحظه کنید. ای روحانی، ای کلیدساز، خدا حافظ کلیدساز. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه رهبر معظم انقلاب و سلام بر رئیس جمهور عزیزم آقای دکتر حسن روحانی. به خدا من اون روز آقای روحانی عزیز جوگیر شده بودم، فدات شم. من رأی ما درسته که با اونا بودم تو میدون امام گفتم، اما خدا شاهده به جان بچه هم قسم من رأی ما به خود دادم. من دوست دارم. زنده باد روحانی، زنده باد روحانی، زنده باد روحانی. خدا نگران در قلب منی آقای روحانی. خدا نگران. مشکل این طرف اینه که خودش هم نمیدونه توپش رو وارد کدوم سوراخ باید بکنه. این هم انتخابات شورای شهر آخوندا و یه سوتی نچندان غیر منتظره. به دشمنان انقلاب و اسلام و نابودی کفر که مد نظرشون این است که بین مسلمین جهان تفرقه باندازن، ولی کور خواندن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فلسطین، ولایت فقیه. تو مجلس آخوندا هم بازار سوتی داغه و هر بار یه آسی رو میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیزمون جناب آقای لاهوتی توجه بفرمایند. جناب
بعد موقع بیاد همسرتون رو شانس آقای لاهوتی. جناب آقای لاهوتی عزیز، عرض کنم این که فرمودید که از طریق کمیسیون ماده 100 بازم بزبز قندی و قسمت دیگه ای از سریال اعترافاتش در نظام فاسد ولایت. یک زمانی من یادم توی یک فامیل یا محله یک نفر رباخوار پیدا میشد، مردم میگفتن متدین میگفتن خونش نرید، چاییشو نخورید، غذاشو نخورید، بچه با دخترش رو نگیرید، دختر به پسرش ندید. حالا الان شما بگرد افرادی رو پیدا کن که حاضرن قرض الحسنه بدن بدون سود. بگرد. چرخ اقتصاد مقاومتی هم مشغول چرخشه و هر بار یه محصول جدید میده. این شما و این کولر آبی 3 زمانه. نمیشد خبر تو خبر این هفته بیاد و بره اما این دابسمش بانمک توش نباشه. گردش چند هزار سانتریفیوژ تیوی ریش یعنی تلویزیونی که تو قرن 21 یه آخوند رو میاره تا توش به مردها توصیه کنه اگه تونستن دوست داشتن بعضی از کارهای خونه رو انجام بدن. همه کارها نه، بعضی از کارهای منزل رو اگر مرد تشخیص بده که برای زن سخته، بهتره که کمک کنه. مثلا دوستانی که رفت آمدشون زیاده در منزل، به طور مداوم مستخدم ندارن برای کارهای منزل، بهتره که بعضی از کارها رو خودشون انجام بدن. اون هموطن خوش صدایی که ترانه میخوند رو یادتونه؟ بله همون که راننده تاکسی بود. در پایان جدیدترین هنرنماییش رو با هم میبینیم. یه چهچن باید بزنی ها. دمت گرم. یه خواننده دیگه هم بیا. انا بیا نگاه کن، نگاه به حال ما کن، عشقو ببین صدا کن. از یاد تو دیوانه شده، رفتی و ویرانه شده. جویی بکن آرا نگاه کن، در یادشم بیا دل و صدا کن. گل عشق من کجایی، چرا امشب نیایی؟ بیا عمر من خزونی بهاری